مرد نقاشی بود که شیفته دخترکی زیبارو بود. عزیزم، امروز نه، مریضم. اما دخترک ماه‌ها بود که در بستر بیماری فتاده بود. چشمان دخترک به درخت پشت پنجره دوخته شده بود و چشمان نقاش هم به اجزای دخترک دوخته شده بود. عمر من به آخر پاییزم نمیکشه. وقتی همه برگ‌های درخت بریزه من هم میمیرم. لوس نشو دیگه عزیزم، دستا بکش تا پاله. با وجود این بی احترامی ها مرد نقاش در هر مکانی که بود با یاد دخترک خوش بود. در یکی از روزهای سرد پاییزی که دخترک لش کرده بود و نقاش راست نشسته بود، بدبخت شدم. آری، تمام برگ‌های درخت ریخته بود مثل پشم. اما نقاش که شیفته و مفتون دختر بود شبانه راهی کوچه شد و برگی روی دیوار کشید که دخترک با دیدنش زنده بماند. اما امان از سرما و سوز بوران و کولاک و باد. چه شده است؟ من سرما خوردم، دارم میمیرم. اما معشوقم زنده خواهد ماند. رفتگر که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت خب پس بمیر. و نقاش هم مرد. و اما دخترک صبح فردا از خواب برخاست و اول از همه نگاهی به پنجره انداخت و چون هیچ برگی ندید او هم در جا نفله شد و مرد. یه دونه بچسبون اینجا. بریم. یه دونه هم اینجا بچسبون. آها، خوب شد. بریم. اگر دوست شما انقدر احمق است که میخواد با ریزش یک برگ بمیرد، بگذارید بمیرد.